دارن میرن به مسافرت. مسافرت. Ever since our family left the farm for the city so big, each day has been adventurous for us and our pig. و گاو و بوزا و سگ‌ها و گربه ما محصولاتمون رو کل سال میفروشیم. تلاش میکنیم تا دووم بیاریم. داریم میتونیم پولمون رو جمع کنیم. ما داریم میریم به یه سفر خانوادگی، بهترین زمان زندگیمونه. توی مسافرت خانوادگی ما شاید بابا بذاره این دفعه رانندگی کنم. مگه تو خواب ببینیم بچه؟ حالا داریم کجا میریم؟ شرمنده بچه ها، نمیتونم بهتون بگم چون سورپرایزتون خراب میشه. مسافرت خانوادگی نمیتونم صبر خیلی کنم. خب بچه ها، برید وسایلتون رو جمع کنید. مسافرت یعنی هیجان و چیزای جدید و خوشگذرونی تا حدی که میتونی. پس برای اینکه مطمئنشون خوش میگذره برای بابا یه جزوه نوشتم. رزیده های نابه که همشون باحال و خفنن. پس هر کدومو که بابا انتخاب کنه فرق نمیکنه. پس همش باحاله. کدومش قراره مسافرت خانوادگی گرین باشه یا کشف طلا توی قاره. توی مسافرت خانوادگی گرین شاید بتونم تو همه بازی‌ها برنده باشم. توی مسافرت خانوادگی گرین یا از سواری روی توی اشتها. مسافرت یه دفترچه میبرم تا کشفیاتمو توش بنویسم، مثل همون موقع که پاگانده رو تو توالت عمومی دیدیم یا اون پنیر بزرگ سورپرایز تایری. کردنم خیلی خوش میگذره، اونم با یه مسافرت فراموش با نشدنی. کمال میل من از قلعه گیرینا و حیوان خونگیاشون مراقبت میکنم. من به اونا به چشم دام نگاه میکنم، نه حیوان خونگی. اصلا با مصرع قبلی هم قافیه نیست، به خاطر همینم طلاق گرفتیم. سلام مامان. خدافظ مامان. خیلی هیجان زدم. ما داریم میریم به مسافرت. شبیه فیلم سینمایی میمونه. اینجاست یه کوزه بزرگ. میتونم فریاد بزنم مسافرت. نمیتونم صبر کنم. بابا داریم اگه کجا؟ همین الان نگه از فشار منفجر میشم. خواهش میکنم بهمون بگو خیلی بابا. خوب باشه. ما داریم میریم به همون منظره کنار جاده‌ای که پارسال با هم رفته بودیم. چی؟